شاید شما عرضه این کار را ندارید مستشار، فقط میخواستید ما را ضایع بکنید. قبله عالم اصلا اینجوری نیستش. به هر حال هر قانونی ضمانت اجرایی لازم داره. یک ضمانت اجرایی بخرید پولش را ما میدهیم. نه این ضمانت اجرایی یعنی اینکه ضمانت اجرایی یعنی اینکه ببینید یعنی اینکه شما به عنوان قبله عالم در واقع اگر بیاین اموال و داراییاتون رو اعلام بفرمایید و در واقع خراجش رو پرداخت بکنید، بعد دوستان و زیردستی ها دیگه جرئت نمی‌کنن که از چنگ قانون فرار کنن. خوبی در واقع اجرای این قانون اینه که اونا هم باید خراجشون رو پرداخت بکنن. اینجوریه. تو چه غلطی کردی مردی که یه پدر سوخته؟ ما اعلام کنیم که چقدر داریم؟ به بقیه چه ربطی داره که ما چقدر داریم؟ خب عرضت در حال این در واقع ببینید قانون دیگه شاه و رعیت که نمیشناسه، همه باید به قانون تمکین کنن. ما قانون تمکین کنیم؟ اصلا کدام قانون؟ علاوه همون قانونی که خودتون تصویب کردین. به خاطر نمی آوریم چنین مزخرفاتی را نموده باشی. چرا؟ علاوه اینجا قانونو دارم، شما خودتون این زیر مهره همایونی زدین، اینجا هستش. بدهید ببینیم. همینجاست. بدهید ببینیم میگویم، بده ببینیم. همین است؟ بله. به 4 قسمت مساوی تقسیم شد. آخه قانون میخوریم نه؟ این هم از قانونت. گم شو برو بیرون.